حسن یزدانی با دوباره قرمز کشتی میگیره در مقابل عزت الله اکبری زرین کلاهی. حسن یزدانی هم میاد در وسط دوشک. داور مسابقه آقای هندیجانی، داور خوزستانی که علیه آبادان بهروز هندیجانی. با خبر شدیم آقای عبدالله رستمی که داوران پیشکسوتمون دیروز دار فانی رو ودا گفتن به خانواده محترمشون، جامعه کشی و جامعه داوری کشورمون. فقدان این مرد بزرگ سالیان سال سرپرست مسابقات بودن و داوری کردن تسلیت عرض میکنیم. میپرسیم به ادامه کار. حسن یزدانی و حریفش که عزت الله اکبری زرین کلاهی. حسن یزدانی با دومده باند قرمز مبارزه میکنه، دارنده 8 مدال طلا و نقره و برنز جهان. از نظر تعداد مدال پر افتخار ترین کشتی است. از این ادامه کار و ببینیم که حسن یزدانی در مقابل این کشتیگیر چه خواهد کرد. عزت الله اکبری که او هم اهل مازندران هست و دو کشتیگیر مازندران در مقابل هم دیگه قرار گرفتن. حالا ببینیم که آیا میتونه در مقابل حملات کوبنده و پی در پی حسن یزدانی حالا موفق میشه پای حریف خود جدید خارج میکنه و اولین امتیاز رو میگیره. حسن یزدانی میزنه زیر کتفان حریف خودش و یا زیرگیری میکنه یا پای حریف جدید خارج میکنه و امتیاز میگیره. 4 پیروزی تیم بانک شهر، 3 پیروزی تیم انبوه‌سازان هوتن و ببینیم که خب یک بحث تا این لحظه به نفع حسن یزدانی تا این لحظه. بازم در تلاش از که بتونه با همون سبک خودش دست چپ زیر کرد از میزنه برای سرنامه به پل میزنه. 2 امتیاز میگیره از بالا به مایه در مایه رکبی از بالا به پل میزنه حریف خود چوب و 2 امتیاز دیگه میگیره. کشی 3-0 میشه. عزت الله اکبری تلاش خودشو میکنه اما حریف توانمند است. حسن یزدانی دارنده 8 مدال طلا، نقره و برنز جهان المپیک، پر افتخار ترین کشتیگیر از تعداد مدال. ما 8 مدالی نداریم، 7 مدالی داریم اما 8 مدالی دیگه حسن یزدانیه که گرفته. حالا سرگردن مهار میکنه دنبال گرفتن سرگردن و سعی میکنه که در این مایه حریف خاک کنه. آقای بهروز هندیجانی کاشی رو سرپا میده. نتیجه کاشی کماکان 3-0 به نفع حسن یزدانی که تیم بانک شهر مبارزه میکنه. بازم در پارچه تماشاگران بانک شهر تشویق میکنن و طرفی هم طرفداران انبوه‌سازان هوتن اکبری رو مورد تشویق قرار میدن. مرتب دستاش کار میکنه، حریفو گیج و سردرگم میکنه، بازیگیری اقدام میکنه عزت الله اکبری اما نمیتونه از دستان پرتوان عبور کنه. این چقدر دستاش خوب کار میکنه، شگردش هست. حالا میره به سربند و پی خاک 2 امتیاز. میره سربند و پی خاک و 2 امتیاز میگیره از حریف خودش و کاشی رو حالا 5-0 میکنه به نفع خودش. بازم در تلاش هستن که بتونه زیرگیر خودشو به اجرا بذاره اکبری، اما چه رفته به در بسته خورده، چه رفته به در بسته خورده و نتونسته نتیجه ای بگیره از زیرگیری خودش. به دنبال کار کردن دستا یک بار دیگه در تلاش هستن که بتونه یک بار دیگه پای رو باید دوزن خارج کنه و موفق میشه از رو خاک 2 امتیاز. خاک 2 امتیاز کشی الان 7-0 میشه. 4 ثانیه از وقت نقل باقی مونده و همیشه پیش بیره میتونه حریف خودشو 10-0 کنه. حسن دلاور یه مهاجم تمام عیار است در کشتی خودش. آقای رضا یزدانی که کشتی ها رو دوستداران کشتی در همین سالون یاد دارند و در طرف دیگه هم مربیان ایمان محمدیان، مربیان انبوه‌سازان هوتن نکات لازم به کشتی را خودشون میگن و دیگر مربیانشون که دیگه
فرشید قبادی و علیزاده و حامد محمدیان و کیوان بوداقی در کنار آقای ایمان محمدیان نکات لازم رو به کوچکیان خودشون میگم و کوچکیان خودشون روانه میدان میگن. اکبری با بانده آبی و حسن یزدانی با بانده قرمز و رضا یزدانی تو همین سالن از تیم جویبالوله کشتی میگیره با سعید ابراهیمی که از تیم نفت کشتی میگیره. 2 برابر ظرفیت تماشاگر اومده بودن و چه کشتی بود و پیروزی تیم نفت جویبالوله به همون کشتی بستگی داشت. کشتی هایی بود توی این سالن. برای اقدام میکنه یک بار دیگه حسن یزدانی، حمله یورش سعی میکنه خاک کنه، خاک و میره پشت حریف خودش و 2 امتیاز میگیره از حریف خودش. یه میگیره و کشتی حالا 9-0 میکنه. یک امتیاز دیگه بگیره 5مین پیروزی برای بانک شهر رقم میخوره. 4 پیروزی بانک شهر کسب کرده، 3 پیروزی تیم انبوسازان هوتن و باز هم در تلاش شده که بتونه شرایط برای فنون خودش مهیا کنه. یک بار دیگه قوس میکنه و سعی میکنه پای رو خارج کنه. یه امتیاز دیگه بگیره تمام هست. یک امتیاز دیگه کارو تمام میکنه. سعی میکنه خاک و 2 امتیاز تمام. 11-0 موفق بشه. یه پیروزی دیگه 5. حسن یزدانی حالا تشکر میکنه از تماشاگران. این هم چهره حسن دلاور. دست فرد پیروز بالا میره. 11-0 تصمیم در این خودشو تشکر میکنه و تعظیم میکنه. حسن یزدانی مرد متواضع کشتی ما 5 پیروزی در مقابل 3 پیروزی. حالا ببینیم که نقاط بعد رازنبک جمالوف 74 کیلو با حسین ابوذری کشتی خواهد گرفت.